هلو، به دومین ویدیوی چنلم خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام با لوازم‌هاش مامانم میکاپ کنیم و یه ذره بهتون توضیح بدم که حتما نیاز نیستش برای میکاپ های خوب و حالا اوکی از لوازم‌هاش گرون قیمت استفاده کنید و همین که لطفا خواهشاً حمایت هم کنید. این اوایل به شدت به حمایتتون نیاز دارم و بوس بهتون بزن که بریم. اول با محصولات پوستی شروع میکنم که این دوتا رو از نیتروژنا داره و این دور چشم خودم براش گرفتم و خدایی دور چشم خوبیه، نسبت به قیمتش خیلی اوکیه. اینم که دیگه خداست. کلا محصولات نیتروژنا رو نسبت به قیمتشون خیلی پیشنهاد میکنم. با همین آبرسان شروع میکنم. یه آبرسان نسبتاً خوشبوه ولی عطری نیست، همینشو خیلی دوست دارم. بهم سپرده از لوازمش کم استفاده کنم. کار مرطوب کننده رو که مسلما انجام نمیده، آبرسانه، ولی به عنوان یه آبرسان خیلی اوکیه. قشنگ پوستتون رو فرش میکنه برای میکاپ. خدای بوش بوی تمیزی میده دیگه. مامان میکاپ آرتیست بودن اینا هم داره. اوکی، این از این. من که راضیم. بریم برای دور چشم. راستش این دور چشمه رو من توی یه سری از ویدیوها ازش استفاده کردم و آره اسپانسرم مامانمه یه وقتایی. این بوی خاصی ندارم. برای زیر کانسیلر و اینا مخصوصا اگه پوست خیلی خشکی دارید این قشنگ میتونه کمکتون کنه. قشنگ یه حس و حال سبکی و سرحال بودن به دور چشمتون میده. اوکی، تا اینجای کار راضیم. بریم برای کرم پودر. برای کرم پودر مامانم 4 تا کرم پودر داره ولی 2 شارژشون کرده. اینو خودم بهش داده بودم. به پوست من اصلا نمیسازه این هلتی میکس و این دوتا هم که دیگه اوراله و همه عاشقشیم. کدومو بزنم؟ اینا رو بزنم که میدونم به پوستم نمیسازه، یعنی در جا پچی میشه، ولی این دوتا رو که خودم دیگه استفاده میکنم دارم. از اونجایی که میخوام آدم ریسک پذیری باشم و میدونم پچی میشه، از همین الانم دارم بهتون میگم ولی اینو میزنم. میخوام یه بار دیگه برای 100مین بار بهش فرصت بدم، هرچند از الان میدونم چی میشه. به نام خدا. ببین از بوشم بدم میاد. کم میزنم دیگه. یه سرم روی بینی. براشاش خیلی محدوده بنابراین از براشای خودم استفاده میکنم. با این براش که از برندش پاک شده، با این براش این مدلی اول پخشش میکنم طبق عادتم توی اکثر ویدیوهام تو اینستا. ببین نه رنگش رو دوست دارم نه تکسچرش رو تکسچرش بد نیستا، ولی برای پوست من که چربی داره زیاد اوکی نیست. خیلی بوی بدی دارم. رنگش به زردی میزنه و اصلا سلیقم نیست. او مای گاد، زیاد زدم. بلندش کنم بیام. Can you see this؟ اینجا هم یه ذره پچی شده، هرچند همین الان زدم یعنی هیچ فاصله نیفتاده، ولی کلا بخوام بگم برای پوست من مناسب نیست. برای پوست خیلی ممکنه مناسب باشه، از جمله مامانم. بعد اینکه اینم بهش توجه داشته باشید که این یه ذره میگذره اکسید میشه، بعد 1 درجه تیره تر میشه. کانسیلر فقط این مدل میبلین رو داره با اینکه صرف 1 ولی خیلی بر من تیره است. هیچ وقت به خاطر همین مشکل من از کانسیلرهای میبلین استفاده نکردم. اینو فقط به درد این میخوره که یه بیس سازی بکنی، بزنی روش کانسیلر روشن‌تر بزنی، وگرنه این الان همرنگ کرم پودر برای من. بنابراین میخوام یه تقلب بکنم، یه ذره بعدش از کانسیلر خودم بزنم.
اگه یه ذره از کانسیلر خودم بزنم اوکی میشه دیگه. یه ذره از این مدل شکلم میزنم. حالا شد. رژگونه مایع اصلا نداره و این رژگونه پودری رو داره که اصلا نمیدونه از چه برندیه. MHE قدیمی و احتمالا فیکه. بنابراین اول پودر میزنم بعد میرم سراغ این. پودرش از همین مدل فلورماره ولی نیاوردمش دیگه، همینو بپذیرید. این بر خودمه. Oh my god. این مدلی که بهتون میگم پودر بزنید. اول که کلا میدونید دیگه تو 2025 و 2024 این وایرال شد که با پاف پودر رو بزنید و یه مقدار بزنید تو پودرتون، اضافی شو با کف دستتون یا اینجور بگیرید. این به مقدار زیادی جذب پافتون میشه و وقتی روی پوستتون میزنید حالت فیلتر عمل میکنه و دیگه پخش نمیشه. شما الان دارید اینو فشرده میکنید با این حرکت. میبینید؟ کاملا مثل فیلتر میشه. براش رژگونش به شدت کیوته، پس با همین میزنم. ببین من الان متوجه شدم که این خیلی پودریه. از این رنگش میخوام بزنم. او مای گاد. ببین پیگمنتش چجوریه. چقدر رنگش نازه، خیلی خوشگله ولی براشش اصلا مناسب نیست برای این. دوستش داشتم. به مقدار فراوان رژگونه میزنیم. من نوک بینیمم جدیدم میزنم، دوست دارم. اینجا رو میزنم حتی. سلیقه‌ای دیگه. 2 تا از این براشا داره که یکیش ریل تکنیکه و یه دونه از این پشت پلکم از رژگونه میخوام بزنم. یه ذره تو همون رنگ میزنم. کلا صورتی شدن رو دوست دارم. یکم از میسلارم با گوش پاکون برمیدارم، روی لبم رو پاک میکنم. این پودرایی که میزنید بدونید که متوجه شید لبتون رو کثیف میکنه. اوکی. تفاوت رو حس میکنید؟ قشنگ هیچ وقت بدون پاک کردن لبتون رژ لب نزنید، مخصوصا اگه فقط باید لیپ گلاس بزنید. حتما قبلش لبتون رو اینجوری پاک کنید. برای سایه مامانم 3 تا پلت اینجوری داره و از یکی از پلت های رولوشن خودم بیشتر استفاده میکنه، ولی این پلت هایی که خودش داره، حالا بریم ببینیم چی عذاب برمه. دوست دارم سایه خیلی نود بزنم. ریسک پذیریم توی سایه زدن با اینا اومده پایین. اول از یه رنگ ترانزیشن مات میخوام استفاده کنم. این پلتش کلا شاینه، یه شاین خیلی ریز داره. از بین این 2 تا پلت جفتش هم رنگ ترانزیشنش قشنگه. مثلا این اولیه، این به نظرم اوکی باشه. تو اینم این دومیه اوکیه. با براش خودش یه ذره از این رنگ برمیدارم. پودریه، بله به شدت پودریه. میزنم به کل پشت پلکم. اصلا رنگ نداره بچه. اصلا رنگ نداره. جلل خالق. اوکی مجبوریم کفایت کنیم. کفایت مذاکرات.
رفتم سراغ رنگ ترانزیشن از پلت دوم ببینم آیا این هم مثل اونه یا این از دودو گرله. چقدر پکیجینگش بده، باز نمیشه. ناخونم پرید. بعد از کلی بدبختی بالاخره بازش کردم. داخلش ولخرجی کردن، یه دونه از این براشا گذاشتن. ما کاری به اینا نداریم. از این رنگ ترانزیشنش میخوام بردارم ببینم آیا این رنگ میده یا اینم. اول اینکه اینم باز به اندازه همون پودریه. احساس میکنم یه ذره پیگمنت داشت بیشتر. دیگه نمیتکنم که ماکسیموم پیگمنتو بده. اوکی، ما از رنگ ترانزیشن کشیدیم کنار. از همین پلت فعلا استفاده میکنم. از براش خودم کمک میگیرم و این رنگ تقریبا شکلاتیشو برمیدارم. بد نیست. من نمیبینم یا شما هم نمیبینید. از رنگ قهوه‌ای سوختش برمیدارم. دیگه تیره ترین رنگش رو امتحان کنیم ببینیم این جا پیگمنت داره. تیره ترین رنگش همچنان پیگمنت نداره. اوکی، چی بگم والا. با این براش دوباره اینا رو با هم بلند میکنم. هرچند که خیلی دیگه نوده ولی در کل اولین سایه نامرئی در ایران. دیدی چی شد؟ پنسل براش پیدا کردم. پنسل براش خوبی هم پیدا کردم. با این ادامه کار میریم. اتفاقا یه دونه دیگه ریل تکنیک داره. با اینم باز ادامه میدیم. دوباره میرم سراغ همون تیرهه. اولش نمی کنم. لامصب یه سر رنگ. ته رنگش اینه دیگه. من به نتیجه رسیدم که آقا 100 تا از اینا میره میگیری، پولتو جمع کن، یه دونه حداقل دیگه رولوشن بگیر. اینا چیه؟ خود مامانم از اینا استفاده نمیکنه. یه دونه تو این رنگ مشکی پیدا کردم. یه ذره میخوام روی بون موژه‌مو مشکی کنم ببینم این رنگش چطوره. از هیچی بهتر با این رنگ بلکه پایینم و یه ذره گوشش رو تیره میکنم. یه ذره راضی شدم. ببین با یه رنگ روشن میخوام گوشه داخلی پلکم رو روشن کنم. به نظر این رنگ نداره. That's fine. Perfect. اصلا رنگ نداره. عزیزم دوباره شروع کرد. از این میزنیم، از این میزنیم، از اینم میزنیم. دیگه نمیخوام ببینمت. این مثلا شاینش بود که امیدوارم این یه ذره پیگمنت داشته باشه. اوکی، بالاخره یه چیزی پیگمنت داد. عزیزم شاینش رو دوست دارم. خب پس بذار یه شاین دیگه هم بزنم وسط پلکم. اینو میزنم وسط. خدایی پیگمنتش از اون دوتای دیگه بهتره. آره ببینی بهتر شد. یه ذره دارم راضی میشم. پس از این تیره هم میزنم به گوشه. بعد این سفیده رو، این اولیه رو، اینو میزنم زیر ابرو. چه پیگمنتی.
اینجا اون کوکولی کیوت شد. برای خط چشم یه دونه پاریس داره، یه دونه اترنتی که من اینو تا مدت زیادی استفاده میکردم. خیلی خط چشم خوب و مشکیه. اینجوری قلمش من دوستش دارم، خیلی مشکیه و 24 ساعت از ضد آبه. رفتم خط چشم رو تکمیل کردم، اومدم ببینی چقدر مشکی و ماته. برای ریمل 3 تا ریمل داره، یکیش دوسه، یکیش اسنس، یکی هم اترنتیه. این امتحانش میکنیم. براشش رو ببین، خداست. من چون موژه کاشته بودم یه سری از موژام هنوز مونده، موژام نامرتبه، ولی ببین believe me این خداست. بهتر از این اصلا نمیشه پیدا کرد. خیلی خوبه، تفاوت رو ببین، عالیه. یه دونه بالم لب دیپ سنس داره که خودم براش اینم گرفتم، اینجوریه. رنگشو دوست ندارم. یه دونه خط لب گلدن روز گرفته، ببین عالی، بر منم گرفت. رنگش خداست، رنگش محشره. خب اینم از میکاپ ما. امیدوارم دوستش داشته باشید و حتما حمایتم کنید. منتظر حمایتتون هستم. بوس بهتون تا ویدیو بعدی.